اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست جا دارد که از تمام مجاهدین ولسوالی عنابه و جوانان رزمنده و مبارز و جوانان سلحشور قلمبدست از تک تکتون تشکری میکنم. خداوند خیرتون بده. واقعا که شما مردی کده اینجا دایی زیر آفتاب گرم استاد شده و نیرویتون و قوتتون در مقابل دشمن خونخوار نشان میده. درود و دعا میفرستیم، درود و دعا میفرستیم به شهدای گلگون کفن، خصوصا به قهرمان ملی احمد شاه مسعود که تا آخرین رمق حیات خود در کنار مردم خود استاد بود و جام شهادت را نوشید و تاریخ برای ما مبارزه میکند. پیام ما بر دشمن امین است. در هیچ وقت، در هیچ زمان ما طالب را در این وطن نمیخواهیم و خواستارش نیستیم. ما صلح نمیخواهیم که صلح خلیلزاد واره باشد. صلح واقعی میخواهیم. امروز طالب سر من تو تعرض کرده است. مجبور مکلف هستیم که در این خاک حق داریم با تبر خود، با شمشیر خود، با سلاح خود برخیزیم مثل پدرای ما که در شمالی جواب دندون شکن به طالب دا امور رقم بدیم که در تاریخ ما جوانها با خون ما نوشته شود که این رقم نسل در این وطن گذشته بود و میگذرد. از همین جوونه که نعره تکبیر میگه، جوونه که از آب پرست، واقعا انگیزه اسلامی داره، واقعا شجاعت داره، واقعا غیرت داره. غیرتش قابل افتخار است برای من و تو. نعره تکبیر! در صف مردان عیار در قطارت نیستم، چون تو مزدور زمانی. من انتظارت نیستم، پور مسعودم، به فکر انتحارت نیستم. پیام ما برای دشمنه که 25 سال الا 20 سال شده در مقابل ما مجاهد